کریستیانو رونالدو، داستان زندگی و افتخاراتش در 3 دقیقه. کریستیانو رونالدو پسر بچه‌ای از مادیرای پرتغال که از کودکی رویایش فقط فوتبال بود. او بارها به خاطر فقر و سختی‌های زندگی ناامید شد، اما هیچ وقت تسلیم نشد. او در نوجوانی به اسپورتینگ لیسبون رفت و خیلی زود استعدادش همه را شگفت‌زده کرد. در همان سن کم، سرعت، تکنیک و اراده‌اش فراتر از یک بازیکن عادی بود. تصاویر رونالدو در اسپورتینگ لیسبون، لباس سبز سفید. انتقال او به منچستر یونایتد سرنوشتش را تغییر داد. زیر نظر سر الکس فرگوسن به یکی از بهترین بازیکنان جهان تبدیل شد. پس از آن با رئال مادرید به اوج رسید. 4 توپ طلا، 4 قهرمانی لیگ قهرمانان و بیش از 450 گل. ویدیو لکس پیشنهادی. رونالدو نه تنها در باشگاه‌ها بلکه با تیم ملی پرتغال هم تاریخ ساز شد. قهرمانی یورو 2016 و لیگ ملت‌ها. او امروز نماد تلاش، انضباط و اراده است. مردی که نشان داد با سخت کوشی هیچ رویایی غیر ممکن نیست. متن گویندگی: کریستیانو رونالدو فقط یک فوتبالیست نیست، او الهام بخش میلیون‌ها نفر در سراسر دنیاست. به نظر شما بزرگترین لحظه دوران ورزشی رونالدو کدام است؟